توان دولت، قدرت مدافعوی کشور از هوشیاری و زیرکی، جسارت و مردانگی، خدمت صافدلانه و صادقانه هر یکی ما وابسته می باشد. ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق تاجیکستان در هماهنگی و یکجایگی قادرند که امنیت و تحکیم استقلال دولتی را تأمین نمایند تا که صلح و آسایش مردم و یکپارچگی تاجیکستان محبوب استوار و پایدار بماند. چشم روشنی توی این وطن، تیغ و جوشنی توی این وطن، صد آهنی توی این وطن، مرگ دشمنی توی این وطن.